بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، حق مجازا شما را در قیامت می کند، حق مجازا شما را در قیامت می کند. آخرین قرآن همه وحی خدای اکبر است. آخرین آیات روشن معجزی پیغمبر است. آخرین آیات روشن معجزی پیغمبر است. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، حق مجازا شما را در قیامت می کند، حق مجازاتی شما را در قیامت می کند. این کلام الله امانت از رسول اکرم است. آخرین آیات روشن معجزی پیغمبر است. هیچ کافر با امانت این خیانت می کند. روز محشر در میانی انبیا و اولیا می کند قرآن شکایت در بساطی کبریا. می کند قرآن شکایت در بساطی کبریا. در قیامت شما قرآن شکایت می کند، حق مجازا شما را در قیامت می کند، حق مجازاتی شما را در قیامت می کند. میزنند از غم بسر، میزنند از غم بسر پیغمبرانی و صفا. پس خدا تشکیل دیوانه عدالت می کند، پس خدا تشکیل دیوانه عدالت می کند. من چه کردم با شما این قسم خارم کردین، پیشی هر لامذهبی به اعتبارم می کند، پیشی هر لامذهبی به اعتبارم می کند. در قیامت شما قرآن شکایت می کند، حق مجازا شما را در قیامت می کند، حق مجازاتی شما را در قیامت می کند. در میان کوچه پرگرد و غبارم می کنی، هیچ کس با دینی آیینی این شناعت می کند، هیچ کس با دینی آیینی این شناعت می کند. من کلام روح بخشی کبریایی بودم، معجزی پیغمبر و وحی الهی بودم، معجزی پیغمبر و وحی الهی بودم. در قیامت شما قرآن شکایت می کند، حق مجازاتی شما را در قیامت می کند، حق مجازاتی شما را در قیامت می کند.
من کجا ای قوم اسباب جدایی بودم، هر کسی احکام دینش را رعایت می کند، هر کسی احکام دینش را رعایت می کند. ای که خود را تو مسلمان گفته ای اندر زمین، هیچ ملتی با کتابش کرده رفتار چنین، هیچ ملتی با کتابش کرده رفتار چنین. در قیامت شما قرآن شکایت می کنند، حق مجازات شما را در قیامت می کنند، حق مجازات شما را در قیامت می کنند. ای جماعت جامع احکام ربانی منم، در جهان بالاترین برهان رحمانی منم، در جهان بالاترین برهان رحمانی منم. دفتر توحید و دستور مسلمانی منم، دفتر توحید و دستور مسلمانی منم. خلقی را جز من به سوی حق دعوت می کند، خلقی را جز من به سوی حق دعوت می کند. در قیامت شما، در قیامت شما قرآن شکایت می کنند، حق مجازات شما را در قیامت می کنند، حق مجازات شما را در قیامت می کنند. آخرین قرآن همه، آخرین قرآن همه وحی خدای اکبر است، آخرین آیات روشن معجزی پیغمبر است، آخرین آیات روشن معجزی پیغمبر است. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، حق مجازات شما را در قیامت می کند، حق مجازات شما را در قیامت می کند. و من الله توفیق و به نستعین.